چی کار داری با آسمان آبی؟ بانوی من تو وقتی دریای غرق آبی، با موی لخت و تیره، چشم خمار و خیره، تلفیقی از دو چیزی، آبادی و خرابی. مثل شراب ها نه بانوی من تو در من، سرگیجه های بعد از نوشیدن شرابی، با موی لخت و تیره، چشم خمار و خیره، تلفیقی از دو چیزی، آبادی و خرابی. ویدیویی منتشر شد که در آن خانم الهام چرخنده انگشتر و تسبیحشون رو 150 میلیون تومان برای خیریه حراج می‌کنه. ولی چی باعث میشه یک هنر میشه که تا همین چند وقت پیش اینجوری بود؟ لبیک یا امیرالمومنین، لبیک یا زهرا و لبیک یا حضرت معصومه. من به طور ویژه اعلام کردم حجاب چادرم رو در جلوی دوربین از همینجا برای همیشه تا لحظه که من رو توی خاک می‌ذارم. با آسمان آبی، بانوی من تو وقتی دریای غرق آبی، با موی لخت و تیره، چشم خمار و خیره، تلفیقی از دو چیزی، آبادی و خرابی. مثل شراب ها نه بانوی من تو در من، سرگیجه های بعد از نوشیدن شرابی. آن روزها چه بودی، این روزها چه هستی، آن روزها درختی، این روزها تنابی. مثل شراب